ساعت 5 بعد از ظهر 16 بهمن 87 جسد یک زن در کوههای کورانه قزوین پیدا میشه و سریعا با پلیس تماس میگیرن. یاسر کبوری یاسر خرشدی رو دستش هستش به نظر فلانشو بردن. قتل دوم 4 اسفند 87 یعنی 18 روز بعدش جنازه یک زن مسن به نام نیره که یک روسری دور گردنش گره خورده توی خونش پیدا میشه. تمام طلاهای این زن هم سرقت شده. 21 بکش چنده 165 تقریبا یه عکس بگیر. قتل سوم 14 اسفند 87 یعنی 10 روز بعدش جنازه یک زن مسن به نام مهرانگیز که در کنار یک پارک جنگلی رها شده پیدا میشه. دستهای زخمی مقتول نشون میده که علنگوهاش رو به زور از دستش خارج کردن. اینجا بود که پلیس مشکوک میشه که احتمالاً قاتل این 3 پرونده یه نفر باشه. از طرفی تو هر روز 4-5 نفر به پلیس اعلام میکردن که مورد سوء قصد قرار گرفتن. به خاطر همین یه ترس عجیبی تو کل استان قزوین حاکم شده بود. اما قتل 4م هم اتفاق میافته. 8 فروردین 88 جسد یک پیرزن 70 ساله به نام سلیمه این بار در وسط شهر قزوین در حالی که یک کیسه پلاستیکی روی سرش کشیدن و دستهاشو با نوار چسب بستن. مثل اینکه قاتل ترسش شیخته و فکر میکنه که دست کسی بهش نمیرسه. نکته عجیب اینجا بود که هیچ سرقتی انجام نشده بود و تمام طلاهای مقتول همراهش بود. نکنه قاتل داره همه رو بازی میده. پلیس و مردم حسابی کلافه شده بودن. داستان چیه؟ چه اتفاقاتی داره میفته؟ دیگه مشخص شد که قتل‌ها واقعا سریالی هستن. نه چادر رو بکشید روی جسد. نه یعنی یه تلاست بالا یکم در بیار بکش برون مشمع رو. اما در عین ناباوری قتل 5م هم صورت گرفت. 7 اردیبهشت 88 جسد یک زن به نام اعظم در کنار جدول خیابون پیدا میشه. یه پلاستیک روی سرش کشیدن و با ضربات محکم جمجمش رو خورد کردن به طوری که اطرافش پر از خون بود. اما این بار تمام طلاهای مقتول سرقت شد. سلام به تمامی عزیزای دلم. امیدوارم که هر جایی از این دنیای بزرگ هستید حال دلتون عالی باشه. همونطور که حدس میزنی تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از وحشتناکترین قاتلان زنجیره کل تاریخ ایران صحبت کنم و فقط یه نکته رو زودتر بهتون بگم تا یه مقداری اون حس کنجکاویتون برطرف بشه. خب مسبب تمام این جنایت ها یک زن بود به نام مهین قدیری. اوکی؟ حالا قبل از شروع ویدیو یه لطفی بکن، حالا یه لایک رو بزن چون مطمئنم این موضوع به قدری آدرنالینت رو بالا میبره و فراموش میکنی. با این کارت کمک بسیار بزرگی بهم میکنی تا این ویدیو به تعداد افراد بیشتری نشون داده بشه و چنلم در نهایت رشد بکنه. مرسی. میخوام در مورد پرونده جنایی مهین قدیری صحبت کنم. اینکه کی بود، چطور زندگی میکرد، چی شد که این جنایت ها شکل گرفت، قربانی ها چه کسانی بودن، چطور اونها رو به قتل رسوند و در نهایت سرنوشت خودش چی شد. مهین قدیری اهل قزوین و متولد 1356 بود و تو اون سالها 31-2 سالش بود. اون در 14 سالگی ازدواج میکنه و صاحب 2 دختر میشه که دختر کوچیکش معلولیت جسمی داشت. شوهر مهین معتاد بود و هیچ پولی بهش نمیداد. از طرفی خانواده خودش علل خصوص مادرش توجهی بهش نمیکردن و اختلافات شدیدی داشتن. به گفته خودش به خاطر مشکلات مالی زیادی که داشت یه فردی پیشنهاد یک وام کلان بهش میده، اما میگه در ازای پرداخت وام بایستی چندین فقره چک بدی. مهینم چک ها رو پرداخت میکنه، اما بعد از مدتی اون فرد پولی که بهش نمیده هیچ، تمام چک هاش رو هم تو بازار خرج میکنه. دیگه مهین میمونه و تعداد زیادی از طلبکارها که چک های مهین دستشونه.
قبل از اینکه تمام این قتل‌ها شروع بشه، یک بار در سال 85 مظنون به قتل صاحب خونش بود. درسته که مهین سواد درست حسابی نداشت، ولی آدم بسیار بسیار باهوشی بود، چون اون سال تونست از دست قانون فرار کنه و تبرئه بشه. به خاطر همین هم ترسش ریخت و هم لم قانون و قلق فرار کردن رو یاد گرفت. گفتم تو سال 85 مظنون به قتل، ولی نه، واقعا قاتل صاحب خونش بود و اینجا بود که اولین قتلش شروع شد. در سال 85 پیرمرد صاحب خونش به نام اسماعیل به مهین پیشنهاد ازدواج میده. به گفته خودش حتی یک بار زمانی که مهین خونه نبود، این پیرمرد اومده بود توی حیاط و به لباسهای زیر مهین که روی بند بود دست میزد. اما این رفتارها به مذاقش خوش نمیاد و یه بار که پیرمرد توی خونشون بود، با چند ضربه اون رو به زمین میندازه و بعدش با طناب خفش میکنه. در آخر ویدئو ماجرای این قتل رو به طور کامل براتون تعریف میکنه. حالا از اینجا یه چند سالی میخوام ببرمتون جلوتر، یعنی بعد از انجام تمامی این قتل‌ها. یعنی در سال 85 اون پیرمرد رو کشت و بعد از اون 5 تا زن رو به قتل رسون. بریم ببینیم که پلیس و خود خانم مهین قدیری که حالا 6 تا قتل مرتکب شده دارن چی کار میکنن. بعد از گذشت 4 ماه از شروع قتل‌ها، پلیس به شدت داره تحقیقاتش رو انجام میده. طبق گزارشات 2 تا جوان از صحنه قتل اول متوجه میشن که قاتل یه رنوی زرد رنگ داره و هنوز از هویت و جنسیتش اطلاع ندارن. تمام طلافروشی‌ها رو زیر نظر میگیرن تا طلاهای سرقتی رو توی بازار پیدا کنن. از طرفی تمام دوربین‌های سطح شهر قزوین کاملا کنترل میشه. یک سری از خانم‌ها هم توی این مدت به اداره آگاهی مراجعه میکنن و اطلاع میدن که مورد سوء قصد قرار گرفتن، ولی پلیس مطمئن نیست که این سوء قصدها به موضوع قتل‌های سریالی مربوط باشه یا نه. یک سری مظنون وجود داره که از اونها بازجویی میشه. هرچی میگذره پلیس به قاتل نزدیک و نزدیکتر میشه. در همین اثنا یه خانومی به اداره پلیس مراجعه میکنه و اطلاع میده که مورد سوء قصد قرار گرفته، ولی این مورد با بقیه موارد خیلی فرق داشت. به خاطر همین پلیس روی موضوع حساس میشه. اجازه بدید از اینجا به بعد رو خودم براتون تعریف کنم. این خانم که به اداره آگاهی مراجعه کرده بود داستان رو به این صورت تعریف میکنه. میگه که توی امامزاده چهارانبیا نشسته بودم، داشتم دعا میخوندم که یه خانمی اومد و گفت که من اجازه دارم پیشتون بشینم با هم دعا بخونیم. منم گفتم که مشکلی نداره، تو من خیلی هم بهتره، ثواب دعا و عبادت هم بیشتر میشه. اومد پیشم نشست و شروع کردیم به دعا خوندن. بعد از مدتی دیدم داره به طلاهای من نگاه میکنه. ازم پرسید و گفت که من طلاهام سفیده، شما طلاهاتون زرده، میگن زرد بهتره، کدوم بهتره؟ من گفتم خب تفاوتی نداره، همشون یکی هم، فرقی نداره. دعامون که تموم شد خواستم برم، گفت خانم من ماشین دارم شما رو میرسونم تا منزلتون. منم پذیرفتم، گفتم ایراد نداره برید. رفتم سمت ماشینش، دیدم یه رنوی زرد رنگ تقریبا مدل پایین. رفتم که بشینم، سریع دوید در عقب رو برام باز کرد و گفت بفرمایید عقب بشینید چون جلوتر قراره که دخترم بشینه کنارم. منم گفتم خب باشه ایراد نداره. رفتم عقب نشستم. تا رفتم بشینم دوید رفت صندوق عقب و داد بالا، یه فلاسک و یه لیوان برداشت، اومد نشست پشت فرمون گذاشت کنار خودش. یه مدتی که رفتیم تو مسیر دیدم شروع کرد آب میوه ریخت و بهم تعارف میکنه که بفرمایید هوا گرم آب میوه بخورید. یه لحظه رفتم ورش دارم آب میوه رو، تو ذهنم اومد که یه مدتیه تو شهر یکی داره به این سبک خانوم‌ها رو به قتل میرسونه، مسمومشون میکنه، به قتل میرسونه و طلاهاشون رو سرقت میکنه. شستم تیر خورد، گفتم نمیخورم. اون هی اصرار کرد بخورید، بفرمایید بخورید، بفرمایید بخورید، که من گفتم نه خانم من پیاده میشم، من پیاده میشم. 2-3 بار تکرار کردم انگار نمیشنید. گفتم من پیاده میشم. بعد از 2-3 بار دیگه محکم کوبیدم به شیشه و فریاد کشیدم که خانم بیست من پیاده میشم. نمیدونم حالا به خاطر ترسش بود چی بود که زد کنار و منم پیاده شدم و پا به فرار گذاشتم. الانم اومدم آگاهی که کل داستان رو براتون تعریف کنم که همچین اتفاقی واسم افتاد. این اتفاق دقیقاً همون روزی بود که قتل 4 یعنی قتل سلیمه 70 ساله در وسط شهر قزوین رخ داده بود. به خاطر همین پلیس تا حدودی مطمئن میشه که با قتل‌ها ارتباط داره. این خانم رو میبرن به چهره نگاری تا بتونن چهره قاتل رو بازسازی کنن. پلیس به امامزاده میره و دوربین‌ها رو چک میکنن و بعد از این تحقیقات متوجه هویت قاتل میشن. زنی به نام مهین قدیری
کسی که چند سال قبل به اتهام قتل یک پیرمرد مدتی بازداشت بود ولی بعد آزاد شد. نیروهای پلیس شبانه به منزل مهین میریزن و اون رو دستگیر میکنن. روز بعد از دستگیری بازجویی ها شروع میشه. پلیس تا حدودی مطمئن بود که مهین قاتله، اما این وسط یک سری مسائلی بود که 100% مطمئن نبودن. اول اینکه آیا تمامی قتل‌ها رو مهین مرتکب شده یا نه یک سری از قتل‌ها رو شخص یا اشخاص دیگه‌ای انجام دادن. دوم، آیا کسان دیگه‌ای هم هستن که به قتل رسیدن ولی پلیس فعلا ازشون بیخبره؟ سوم، آیا تمام قتل‌ها رو مهین انجام داده یا همدست داشته؟ مهین تو بازجویی ها بسیار باهوش بود و منکر همه چیز شده بود، به طوری که 2 روز کامل سکوت کرد و چیزی نمیگفت. اما وقتی مدارک زیادی رو بر علیه خودش دید همه چیز عوض شد. توی خونش چیزای زیادی رو پیدا کرده بودن، مثل مواد بیهوش کننده، فاکتور و مهر طلافروشی، بریده روزنامه هایی که خبر قتل رو چاپ کرده بودن و یک سری مدارک که در صحنه جرم پیدا شد و حالا روی میز بازپرس بود. اینا چیزایی بود که مهین نمیتونست انکار کنه. بالاخره سکوتش رو شکست و گفت بایستی توی مسئله بهم امان بدید. من یه بچه مریض دارم، معلوله، بایستی خیالم از بابت سلامت و آینده بچه‌م راحت بشه. اگر اتفاقی بیفته آینده این بچه معلولم منو آزار میده. دادستان بهش قول میده که ما تا جای ممکن از بچه‌هات مراقبت میکنیم. دیگه نزدیک اذان صبح بود که مهین اجازه میخواد که 1 ساعت با خودش خلوت کنه. عجیب بود که بعدش درخواست میکنه یکی از روحانیون براش استخاره بگیره. بالاخره سکوت مهین شکسته میشه و همه چیز رو تعریف میکنه که به خاطر مشکلات مالی به دنبال پیرزن‌های مسن بودم که عمرشون رو کرده باشن و بعدش عذاب وجدان نداشته باشن. اظهارات مهین تموم میشه و بازسازی صحنه قتل‌ها شروع میشه. از اینجا به بعد رو طبق اظهارات مهین پیش میریم. مهین میره به ناصر خسرو تا اونجا پودرهای بیهوش کننده پیدا بکنه. بعد از اینکه پودر بیهوشی خرید برمیگرده قزوین و پیش خودش فکر میکنه، میگه نکنه این پودرها رو بهم انداخته باشن. تصمیم میگیره که اینها رو بریزه تو شربت و بده به شوهرش بخوره تا ببینه کار میکنه واقعا یا نه. این کارم انجام میده. یه سر قاشق پودر بیهوشی رو میریزه تو شربت شوهرش رو میده بهش میخوره و شوهرم 2 روز تخته میخوابه. اینجا بود که مطمئن میشه که این پودر واقعا کار میکنه. حالا دیگه مهین پودرهای بیهوش کننده رو واسه قتل اولش تهیه کرده. اولین مقتول رو توی مسیر رفتن به آزمایشگاه سوار میکنه. پس از کمی صحبت و دادن داروی بیهوش کننده اون رو به سمت کوه میبره. خانمو دیدم که میزشو گره زده بود، گردنش کاملا مشخصه بود. احساس کردم که این مورد خوبه. تمام علاوه بهشون داشتم. فکر میکنم بیحال شدید. میخوای بیاد برسونم. زحمت میشم و نمیخواد و اینا. نه زحمتی نیست. بنده خدا اومد صبور شد. قربانی رو از ماشینش پیاده میکنه و طلاها رو از دستها و گردنش خارج میکنه. پیرزن زنده بود و فقط بیهوش شده بود. مهین پیرزن رو روی زمین میکشه و کمی دورتر از ماشین خفش میکنه. دستبندش رو باز کردم. سینریزش هم بغل بود گلش. همینجا؟ بله همینجا. اونم باز کردم. من اینجا سکر کردم. من ازش خواستم که باورم کنه بیاد. متوجه میشه. کمک نه. آوردم میشن اینجا بدازم. من چه گذاشتم این زمین. پلیسایی که داره کردنش میزم خبرش کردم. آورد اینجا هم پرتش کردی. چرا رو خفش کردی؟ میگم اگر برگرده به هوش بیاد زنده من حتما برای لو میده. داشتم نم پشت میخوره. خیابون گنچه همون کوچه گنچه نبنده خدا الهیش رو زدن جا. فردای اون روز مهین طلاها رو میبره تهران تا همونجا توی ناصر خسرو آبشون کنه، چون میترسید توی قزوین طلاهای بدون فاکتور رو بفروشه و گیر بیافته. طلاها رو به قیمت 900,000 تومان میفروشه. افرادی تو ناصر خسرو بودن که حسابی مهین رو تیغ میزدن. هر نوبت اون زمان 200-300,000 تومان ازش میگرفتن و میرفتن با 2-3 هزار تومان یه چند ورق دیاسپام و لوراسپام و این داروهای آرامبخش و خواب‌آور میگرفتن، پودرش میکردن و به عنوان داروی بیهوشی بهش مینداختن. بریم ببینیم که قتل سوم چطور اتفاق افتاد.
مهین تو کانون بازنشستگان یه خانومی به نام مهرانگیز رو میبینه که اونجا کار میکرد. طلاهاش چشماش رو میگیره. مهین چند بار دیگه هم به بهانه‌های مختلف کار اداری میره سراغ مهرانگیز. بعد از چند نوبت که یه آشنایی به وجود میاد، در پایان ساعت کار اداری پیشنهاد میده که برسونمتون. دوباره همون داستان‌ها و تعارف آب میوه به قربانی، منتها این بار کمی حرفه‌ای‌تر. آب میوه پاکتی که داروی بیهوشی رو با سرنگ داخلش تزریق کرده، منتها این بار خیلی خونسردتر و با آرامش بیشتر. بعد کوپاش آماده شد که بیاد پایین. من چقدر ازش جلوتر رفتم پایین، گفتم منتظرم پایین. اومدیم بیرون، رفتیم داخل همین کوچه، سوار ماشین شد. خانم رفت پشت نشست. شما ازش خواستین پشت بشین؟ بله، وسیله جلو بود، رفتم پشت نشست. آب من بعد خمش میزدم، با سرعت کشیدم، میزدمش داخل کوچه، هم میزدم هم بخوره، هم پشت. یکی از نقاط قوت مهین این بود که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کرد و تو این زمینه خیلی مهارت داشت. حتی بعضی از افرادی که خیلی دیر با دیگران اخت می‌شدن به راحتی تومه مهین شده بودن. بعد از دقایقی مهرانگیز بیهوش میشه. مهین با روزنامه شیشه های عقب رو میپوشونه و یه تیکه نخ قیتونی برمیداره و دور گردنش میبنده و با فشار خفش میکنه. بعد با یک جوراب طلاهاش رو از دستش خارج میکنه. مهین ساعتا تو خیابون پرسه میزد تا هوا کمی تاریکتر بشه و در نهایت جسد رو در نزدیک پارک فدک رها میکنه. باز هم مهین و باز هم ناصر خسرو، منتها این بار واسش فاکتورهای جعلی طلا فروشی تهیه کردن و از این به بعد میتونه طلاها رو با قیمت بهتری بفروشه. حتی یک بار مهین تصمیم میگیره برای کشتن سوژه ها از اسلحه استفاده کنه. باز هم میره به ناصر خسرو و این بار کلاه گشادی سرش میذارن و در ازای گرفتن مبلغ زیاد یک جعبه بهش میدن که وقتی بعداً بازش میکنه میبینه که یه اسلحه اسباب بازی بهش انداختن. یه مقداری بپردازیم به خانواده خود مهین. مهین با خانوادهش و علل خصوص مادرش اختلافات زیادی داشت، چون وضع مالی مهین به خاطر فشار طلبکارها و از طرفی درمان دختر معلولش خوب نبود. قرار بود یه ارثیه‌ای از طرف پدرش بهش برسه که این اتفاق نیفتاد و چه بسا اگر شاید مادرش ازش حمایت میکرد و از لحاظ مالی کمکش میکردن، شاید این جنایت هم رقم نمیخورد. و یکی از دلایلی که مهین سوژه های پیرزن رو انتخاب میکنه گفته میشد به خاطر نفرت از مادرش بود. اما قتل چهارم، مهین با طلبکاراش توافق کرده بود که بدهیش رو قسط بندی کنه و ماهانه 800,000 تومان بپردازه. مهین فردای توافق میبایستی 800,000 تومان اول رو میپرداخت. پس به امامزاده چهارانبیا میره تا شاید سوژه‌ای پیدا کنه. اینجا بود که اون سوژه خانومی که از دستش فرار کرده بود رو پیدا میکنه، همونی که آب میوه رو نخورد و بعدش اومد اداره پلیس و هویت مهین رو برملا کرد. چقدر بدشانس، بسیار بسیار بدشانسی بوده و یه جوری میگه خوششانسی. اما با خوششانسی آقای حقیقتی برقیبار دامنه کار دیگه بستن پیدا نکرده. نه خب اگه اون خانم تومن میشدن اتفاقی کم میشد دامنش. اون خانم از 3-4 نفر داشتن. وقتی مهین تو این سوژه شکست میخوره و چیزی عایدش نمیشه، 1 ساعت بعد مجدداً برمیگرده به امامزاده چهارانبیا تا سوژه دیگه‌ای پیدا کنه. سوژه بعدی قتل سلیمه بود که تومه مهین میشه. سر صحبت رو باش باز میکنه و باز هم همون داستان آب میوه و بیهوشی و سرقت طلاها و خفه کردن قربانی. مهین که از اولش آدم قاتلی نبود. چی میشه که یه آدم تصمیم میگیره برای اولین بار یه آدم دیگر رو بکشه؟ میخوام یه کوچولو در مورد اون قتل اولش، قتل اون پیرمرد براتون بگم. بشم تو کنه؟ آلبین بشی کار میکنه؟ میگه که چرا حرف من گوش نمیکنی؟ چرا زن من نشدی؟ اینجا پا میشیم میریم میرم کرج، اونجا باید خونه میخرم، ماشین پژو میخرم، شما رنگی کن، من کنار کشیدم، بچه ها نکنم بزرگ میکنم. چرا زن من نمیشی؟ که من رفتم جلو خودو دست پلش دادم تا عقب بره مشتری میدادم. آخرین حالش که دادم پله دوم که بود من چند میداختم بهش میداختم خود به 6 ماه شد، من هم بیلقل شد دوید من دور باش بود.
زدم باز اینجا افتاد 4 تا سپاه اومد اینجا خور از همینجا بعد باشه دیگه میشه اجازه بدی حالا دیگه چی نشده دیگه حالا چی چی باید جونم برو دیگه کاری نداره یه کوچولو که جلو هم زدم یه تناب پیدا کردم نمیدونم کجا بود من دستش یک قسمتش نشست سری کشیدم دور گردنش حتی که میدونستم نگرش داشتم یه دقیقه ایستادم افتاد که دستش آزاد شد دوباره دستش گرفتم کشیدم دیگه نتونستم دار دادم تا زبونش افتاد بیرون چشاش قلمبه شد سیاه شد اینو بکشی یا اینکه نه همینجا تصمیم گرفتی؟ وقتی که اینجور دیدم با اون حالت وزمت اومد شروع کرد به جسارت و اهانت دیگه تصمیمم گرفتم چرا مثلا باز تا بالام نمیخواستم نخواستی صداتو بلند بکنی آبرو ریزی بکنی یا به پلیس زنگ بزنی کم سایه‌ها بفهمم چی بشه هم میخوام بزنم چی بود زنه خراب بود الان اینجا دیدن کار من تمام بود سنگایی که نمیخوام کرد من کردم همشکم تو ماشین رو در ماشین رو بستم رفتم دیدم اومدن لباسشون رو میپوشه اومد باید نشستن به نظرم اونجا دختر من کم شد کجا؟ تو ماشین چون هنوز نمیخوردم این همیشه خیلی ناراحتم شب که برگشتی خونه چی کار کردی؟ میشه ماشین پارک کردم جلو اومدم بکنم جوان نکن بچه خوابیدی راحت؟ مهین به خاطر کشتن اسماعیل هیچ وقت اظهار پشیمونی نکرد چون ادعا داشت که به خاطر شرفشون رو کشته و خیلی هم از این بابت خوشحاله، اما بابت کشتن تموم اون خانوم ها پشیمون و ناراحت بود. مهین از ترس طلبکارها، زندانی شدن و تنها شدن بچهش خودش رو در دامی میندازه که اوضاعش رو خیلی بدتر میکنه و یه فاجعه جنایی بزرگی رقم میخوره. نمیدونستم که الان رفتم زندون میبینم اکثر خانمایی که مشکل مالی شکست دارن خیلی زود دست 4 روزه در میام بیرون تا یه هفته در میام بیرون. مهین که زن بسیار قوی بود، روابط عمومی بالایی داشت، توانایی ارتباط بالایی داشت، یه خانواده رو اداره میکرد، چی میشه که از یک زندگی عادی خارج میشه و میشه یک قاتل سریالی؟ چه اتفاقاتی دیگه ای باید رخ بده تا یه تلنگری به این سیستم و مسئولین ما بزنه؟ مشکلات مالی، مشکلات اقتصادی و مشکلات این چنینی میتونه مهین‌های قدیری دیگه ای رو به راحتی تولید بکنه. نمیخواد بچه ای بره بیاد اگه موقع به دایی اومدنش رو بکشید خیلی نتیجه بهتری داره یه گناه بستم اگه بچه خواستید به دنیا اومد بهش محبت مادر من میتونست خیلی بیشتر رو رحمتم خوبی کنه. در نهایت مهین قدیری به اتهام قتل عمدی 6 نفر به اعدام محکوم شد و حکم صادره در سحرگاه روز 29 آذر ماه 89 در زندان چوبین در به اجرا گذاشته شد. خب تای ویدیو یه مقداری دارک شد، قبول دارم، ولی خب به هر حال یه معضل اجتماعیه که تو جامعه ما اتفاق افتاده و از طرفی یک سری از خانواده‌ها داغدار شدن و عزیزانشون رو از دست دادن که انشالله خدا به تمامی اونها صبر بده. و یه نکته خیلی مهم که فراموش کردم بگم اینه که دیگه تای ویدیو هستیم، اگر خوشت اومده خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی و حتما نظرت رو تو کامنت ها بگو، خوشحال میشم تمامی کامنت ها رو میخونم و تک تکشون خودم پاسخ میدم. و اگه تازه با ما آشنا شدی که خیلی خیلی خوشحالم میکنی کانال خودت رو سابسکرایب کنی. من سعید هستم و دوستتون دارم. مرسی.